سرخط مهمترین خبرها در تاجیکستان برای میزاجان فالبین ها نیز جزا تعیین کرده‌اند. رسانه ها یک گمانبری حمله به کراکوس در تاجیکستان غارتگری کرده است و اعتراض ها در اسرائیل بعد قرار حکومت درباره ادامه جنگ در غزه. سلام بینندگان عزیز، هفته نو را برای شما شاد باش میگویم. با خبرهای آخرین در خدمت شما هستیم. امروز 18 آگوست سال 2025 است. برنامه را از یک خبر فوری شروع میکنیم. شام 17 آگوست یک ماشین بارکش در راه دوشنبه خوجند به دریا افتید و یگانه مسیر به شمال کشور قریب 2 ساعت بسته بود. حادثه در دهه پته ناحیه عینی رخ داده است. به گفته شاهدان در داخل ماشین بارکش که به دریا افتید 2 نفر بودند و آنها را تا حال پیدا نکردند. شام 17 آگوست نجات بخشان تلاش کردند که آدمان داخل ماشین بارکش را پیدا کنند. برای همین حرکت نقلیات در راه دوشنبه خوجند 1.5-2 ساعت منع شد. مقامات تا حال حادثه را شرح ندادند. در گذشته هم چندین مراتب ماشین ها در راه دوشنبه خوجند به جری و یا دریا افتیدند. این راه یگانه راه پلکی در تاجیکستان بوده. نگهداری آن به ذمه شرکت ایرس است. این شرکت برای کارش از صاحبان ماشین ها مبلغ میگیرد و صاحبش هم معلوم نیست. حکومت تاجیکستان به پارلمان پیشنهاد کرده است که برای رفتن به نزد فالبین و جادوگرها و استفاده از کار آنها جزا تعیین کرده شود. رادیوی آزادی 17 آگوست با محتوای پیشنهاد حکومت شناس شد. بر اساس این سند به کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان بند نو با نام استفاده بری از خدمت رسانی سحردان، جادوگر و فالبین علاوه کرده می شود. در صورت قبول شدن این تغییرات از سوی مجلس نمایندگان و مجلس ملی، آنهایی که به نزد سحردان، جادوگر و فالبین می روند از 5 تا 10 نشان دهنده برای حساب ها جریمه می شوند. یک نشان دهنده برای حساب ها امسال 75 سامانی تعیین شده است و هر سال می تواند تغییر یابد. مقامات تاجیکستان بارها به ساکنان هشدار دادند که از رفتن به نزد فالبین و جادوگرها خودداری کنند. سال 2024 در تاجیکستان برای فالبین و ساحری جریمه و تا 2 سال زندان جزا تعیین شده بود. مقامات تاجیکستان دوام 1 سال اخیر معرکه مبارزه با فالبینان و جادوگران را آغاز کردند، ولی پیوندان برخی از این بازداشت شده ها گفتند که خویشاوندان آنها جادوگر و یا فالبین نبودند، بلکه تنها دعاخوانی میکردند. طبق اطلاع اخیر وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در نیمه اول سال روان 495 حالت مشغول شدن به سحر، جادو و فالبینی ثبت شده است. امیدجان سالیف یک از گمانبران در پرونده حمله به کراکوس در تاجیکستان غارتگری کرده و برای همین در روسیه پنهان شده بود. در این باره خبرگزاری روسیه تاس با تکیه به موادهای پرونده خبر داده است. در حالی که از نظر نزدیکان امیدجان سالیف به قضیه معلوم نیست، تاس نوشته است که این جوان هنوز سال 2023 در تاجیکستان به غارتگری دست زده، بعداً به روسیه فرار کرده است. رادیوی آزادی مستقلانه این معلومات را تصدیق کرده نمیتواند. امیدجان سالیف همراه با 4 نفر دیگر آخرین ماه مارس سال 2024 در جمهوری داغستان روسیه بازداشت شدند. مقامات روسیه این افراد را متهم کردند که به حملگران به تالار کنسرت کراکوس یراق دادند. نظر وکیل دفاع این افراد و یا نزدیکانشان به اتهام معلوم نشد. از 19 نفری که در دایره پرونده حمله به کراکوس بازداشت شدند، اکثرشان شهروندان تاجیکستان میباشند. مرافع این افراد روز 4 آگوست در یک از دادگاه‌های مسکو آغاز شد و دعوت‌های صدا داد که نمایندگان تاجیکستان باید از شهروندان خود حمایت کنند. در پی اعلان حکومت اسرائیل از عملیات نو در نوار غزه، هزاران اسرائیلی ناراضی به ادامه جنگ در خیابان‌ها اعتراض کردند. این افراد با دعوت خانواده‌های گروگان‌ها روز یکشنبه 17 آگوست به خیابان‌ها آمده و در بعضی منطقه‌ها با پلیس درگیر شدند. نمایش‌های اعتراضی یک هفته پس از آن برگزار می‌شود که کابینه امنیتی اسرائیل به طرح تصرف شهر غزه موافقت کرد. اعتراضگران همچنین با آتش زدن اسباب‌های پلاستیکی چندین راه را در تل‌آویو بستند، از جمله راه اساسی که تل آویو را با شهر بیت المقدس پیوست میکرد از سوی اعتراضگران بسته شد. پلیس اسرائیل از بازداشت دست کم 25 معترض در سراسر کشور خبر داده است. خبرگزاری ها گزارش دادند که در پی دعوت خانواده های گروگان ها به کارپرتایی عمومی روز یکشنبه بسیاری از کارخانه ها در بیت المقدس و تل آویو کار نکردند. طبق اطلاع اخیر 59 گروگان اسرائیلی در دست حماس ماندند و گفته می شود که تنها 24 تن آنها زنده اند. سخت‌تر شدن جنگ در غزه
غزه احتمال بحران انسانی در این منطقه را وزن‌تر می‌کند. بعضی اعضای دولت فعلی اسرائیل که با هر گونه توافق با گروه حماس مخالفند، تظاهرات روز یکشنبه را محکوم کردند. حماس از سوی اتحاد اروپا و آمریکا گروه تروریستی اعتراف شده است. اعتراضات در حال انجام می‌شوند که ارتش اسرائیل 16 آگوست به فلسطینیان ساکن غزه دستور داد که به جنوب این باریکه کوچ بندند. اسرائیل نیت دارد که عملیات نظامی وسیع را در غزه انجام دهد. با وجود شکایت نزدیکان چهره‌های شناخته که با اتهام قصد تبادلات دولتی بازداشت شدند، مقامات مال و اموال آنها را بر اساس قرار دادگاه مصادره کردند. مصادره اموال چهره‌های شناخته از موضوعهای اساسی در نشست‌های خبری خدمات اجرا و کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال تاجیکستان بود. گزارش علیشیر ظریفی و امیر ایسوف در همین باره است. این گروه عبارت از سیاستمداران و منصبداران پیشین و یک روزنامه‌نگار نیم سال پیش در تاجیکستان به زندان انداختند. حالا خانه و در بعضی از آنها مصادره شده است. در دو نهاد دولتی تاجیکستان خبر را تصدیق کردند، اما با اشاره به مهر مخفی داشتن پرونده تبادلات تفصیلات ندادند. باید خیلی نمود که سندهای سودی با در نظر داشت طلبات‌هایی که از جانب مقامات سودی در سند سودی پیش بینی شده بودند با پورگی اجرا گردیدند و یگان نمود شکایت از بالای عملهای اجرایشان و خدمات دایر به این مسئله وارد نگردیده است از جانب نمایندگان ما و یا خویشاوندگان نزدیکشان. رادیوی آزادی در ماه اپریل امسال معلوم کرد که مصادره اموال وکیل پیشین پارلمان و رئیس سابق حزب دموکرات سعید جعفر عثمانزاده، وزیر پیشین کارهای خارجی همراخان ظریفی، رئیس سابق پارلمان اکبرشاه اسکندروف، روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات احمدشاه کاملزاده و دیپلمات عبدالفیض عطایی شروع شده است. روز 6 آگوست رئیس کمیته سرمایه‌گذاری هنگام یک نشست خبری در دوشنبه از انجام مصادره دارایی‌های آنها خبر داد. با قرار سود خیلی که شما ذکر کردید مالکیت آنها مصادره کرده شد در اختیارداری کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی است. من مشخصا رقم به رقم گفته نمیتوانم که چی است، لیکن در مجموع گفته میتوانم که در برابر منزل‌های استقامتی، ماشین‌ها و دیگر دارایی‌های شخصان محکوم شده هست که طبق قانونگذاری جاری اینا میتوانند که در آینده یا با فروش برآورده شوند یا که به مالکیت دولتی گرفته شده برای منفعت‌های دولتی استفاده کرده شد. نزدیکان بعضی از محکوم شده‌ها که نمی‌خواهند آشکارا صحبت کنند با قرار مصادره راضی نیستند. آنها میگویند مالکیت مصادره شد که با محکوم شدگان تعلق ندارد. منزلی که به نام محکوم شده نیست، این رو نیز فقط در همان صورت میتوانند مصادره کنند که اگر اثبات کرده شود و اثبات کنند که این منزل اول به نام محکوم شده بود یا اینکه با مبلغ‌های با روح جنایت به دست آورده شده محکوم شده خریده شده، برای که مصادره نشود او رو این منزل رو گرفته به نام یک کسی دیگر کرده. شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که همگی یک خانه در بلندآشیانه دارد از حکم مصادره بیرون مانده است چون آن یگانه سرپناه خانواده بوده است. قریب 230,000 سامانیه که در حساب بانکی روزنامه‌نگار رخشانه حکیمова بود از سوی مقامات حبس شده، سرنوشت بعدی آن ناروشن است. درباره مصادره اموال سرهنگ‌های امنیت نورامین غنیزاده و جمشید بویف چیزی معلوم نیست. این افراد در ماه فوریه با اتهام خیانت به دولت و کوشش تبادلات از 8 تا 27 سال زندانی کرده شدند. خودشان این حکم را بی‌اساس می‌دانند و از مقامات خواسته بودند که آن بازنگری و قرار مصادره اموال بیکار کرده شود، چیزی که دادگاه نپذیرفت. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در واخوری روز 15 آگوست با دونالد ترامپ چند شرط را برای پایان دادن به جنگ در اوکراین مطرح کرده است. با گزارش خبرگزاری رایترز، اعتراف نیمجزیره کریم همچون قلمرو روسیه یکی از شرط‌های پوتین برای پایان جنگ بوده است. ارتش روسیه سال 2014 نیمجزیره کریم را اشغال کرده آن را حدود خود می‌داند. جامعه جهانی آن را قلمرو اوکراین می‌حسابند. با گفته منابع رایترز، پوتین همچنان می‌خواهد که حداقل یک بخش تحریم‌ها علیه روسیه بیکار شوند. بر اساس سازشی پیشنهاد کرده پوتین، اوکراین باید نیروهای خود را پر از ولایت‌های دونتسک و لوهانسک خارج کند و در عوض روسیه جنگ را در ولایت‌های خرسون و زاپاروژه قطع می‌نماید. مقامات اوکراین همگونه پیشنهاد درباره عقب نشینی از سرزمین‌های خود از جمله از ولایت دونتسک و لوهانسک را رد کرده‌اند. گفته می‌شود که روسیه آماده است در منطقه‌های نسبتاً خرد اشغال کرده‌اش را در شمال ولایت سومی و شمال و شرق ولایت خارکوف برگرداند. منابع رایترز گفتند که روسیه طلب کرده است که در اوکراین
در منطقه‌های علاهیده آن به زبان روسیه مقام دولتی داده شود. دادن فعالیت آزاد به کلیسای پروسلاوی روسیه در اوکراین نیز از طلب‌های دیگری مسکو بوده است. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 18 آگوست را فرا می‌گیرد. 18 августи соли 2017 натиҷаҳои таҳқиқоте нашр шуд, ки бар пояи он дар 4 соли охир сифати ғизои хонаводаҳо поин омада то 75% буҷаи хонаводаҳои камбизоат барои харидории ғизо сарф мешавад. пажӯҳиши созмони милали муттаҳид ва ҳукумати бритониё аз бад шудани вазъи амнияти хӯрокворӣ дар тоҷикистон ва гароншавии он ҳамчун омили нигаронкунанда ёд кардааст. 18 август ба муносибати зодрӯзи донишманд ва поягузори илми тиб Абуалӣ ибни Сино рӯзи кормандони тиб ҷашн гирифта мешавад. соҳаи тиб яке аз пурчолиштарин бахшҳои ҳаёти кишвар боқӣ мемонад ва бо ин ки кормандони тиб дар сафи пеши мубориза бо бемориҳои ҳамагиранд, даромади онҳо ва ҳимояти иҷтимоияшон аз ҷониби давлат қонеъкунанда нест. шаҳрвандон аз фасод ва хатоҳои пизишкӣ дар ин риштаҳ ҳам шикоят мекунанд. 18 августи соли 2011 муҳаққиқони Академияи кишоварзии Тоҷикистон аз эҷоди навъи нави пахта хабар доданд, ки исмашро авасто гузоштанд. навъи нави маҳиннахи пахта бо ин вижагиаш фарқ мекунад, ки гулҳои он намешукуфад, аз боду ҳавои гарму ҳашароти зараррасон эмин буда ҳосили зиёд медиҳад. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 115-116 سامان برابر از $100 آمریکایی باشد تا 930 سامان ارزش دارد. بینندگان عزیز، قرب اسعار در بانک‌های تجارتی هر ساعت می‌تواند تغییر یابد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 18 آگوست چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیده. منتظر پیشنهادهای شما هستیم. تا فردا، خدا نگهدارتان.